به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک خواهر اهل اسلام درباره یک خواهر مسلمانی که در سر جای نماز جان را به حق سپرده است نقل می نمایم. چون این نقل را اون خواهر اهل اسلام چندین ماه است که از ما درخواست کرده بودم. اصلا این قصه را ما چند سال قبل ثبت کرده بودیم. از حساب اونی که بسیار کمبودی ها و کاستگی ها بسیار داشت، از این لحاظ اون نوار را از سامانه های اینترنتی نابود کرده بودیم. و این روز با خواهش این خواهر اهل اسلام خواستیم این قصه را بار دیگر به سمع شما برسانیم. و اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. و پیش از آنی که این قصه را آغاز میکنم، خواستم به برادران و خواهران یک چند عرض خواهش خود را بیان کنم. چون بسیار از برادران و خواهران با واسطه سامانه های وایبر یا اینکه واتساپ با ما میبینن که برادر ما این خطا رو کردیم، آقای خداوند میبخشه یا اینکه نه. برادران و من خواهران اهل اسلام، بخشیدن یا اینکه نبخشیدن البته این فقط الله تبارک و تعالی میداند، لیکن خداوند وعده داده است که اگر بنده توبه نصوح کند انشاءالله گناه های اون بنده رو میبخشد. و شما البته از این هیچ وقت ناامید نشوید، زیرا پروردگار مهربان و بخشنده و ناامید فقط شیطان است و خلاص. و اون قصه ای که امروز میخواستم برای شما بیان کنم چنین است. یک دختری مسلمانی که بعد از نماز عصر ادا کرد، چون شبی توی عروسیش بود، خود را آرایش کرد و لباس سفید عروسیش را بر تن نمود و برای تویش آماده شد. دختر همین از آن نماز شام به گوشش رسید و میدونست که وضوء ندارد. دختر به مادرش گفت: مادر جان، من باید الحال وضوء بگیرم و آماده نماز شام شده، نمازم را ادا کنم. مادر باشد در تعجب ماند و در پاسخ گفت: مگر تو دیوانه ای؟ مهمانان منتظری تو هستند و میخواهند عروس زیبا را ببینند. اگر تو وضوء کنی آرایشت با شسته و خراب میگردد. مادر دخترش امر کرد و گفت: من مادر تو هستم و به تو امر میکنم که نباید تو حالا نماز بخوانی و وضوء کنی، وگرنه با تو قهر میشود. جوان دختر گفت: قسم به ذات پروردگارم تا نماز شام را نخوانم از خانه بیرون نخواهم رفت. زیرا رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند: لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. بنده نباید به خاطر اطاعت از مخلوق نافرمانی خالق خویش بکند. مادرش گفت: این مهمانانی که در توی عروسیت آمدند وقتی تو را بدون آرایش ببینند چه میگویند؟ و عروسی بی آرایش در نظرشان بیزی و نامعقول می نماید و مسخرت می کنند. این خواهر تبسم کرد و گفت: مادر جان، شما در آن تشویشین که من در نزد مخلوق خوب و در نظر خالق خود زشت معلوم شوم. این دختر به هر حال از پی خواندن نماز شام شد و وقتی که سر به سجده بود جان را به حق تسلیم کرد. مردم در بیرون منتظر عروس بودند. بعد چند وقتی که مادر عروس از بیرون به خانه می دارد، می بیند که که ها این خواهر جان را به حق سپرده است. با ناله مادرش همه خویش و تبار را از بیرون به خانه کشید و همه در دار و رفیقان گریه و ناله کردند. و با همین این مراسم توی به مراسم جنازه تبدیل یافت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خواهران اهل اسلام من، با حرمت خداوند به نفس دنیایی و با اون آرایش دوروزه‌ای که شما را به گمراهی میبرد بسیار داده نشوین. به قدر هم دیگر برسین و 5 وقت نمازی الله تبارک و تعالی برای هر یک ما و شما فرض گردانید را ادا کنین. زیرا این عمر دو روزه است، حتما روزی مرگ به سر هر یک ما و شما می آید. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی هر یک شما را در حفظ و امانت خود نگه داشته، همه دعاهای نیک شما را مستجاب گرداند.